سلام. با ما باشین، یه سفر کوتاه چند دقیقه‌ای داریم. حالا توی تور راه توضیح میدم که قراره کجا بریم. باشین، بد نمیگذره. خب فروردین 89 هوا خیلی عالیه. داریم میریم دیدن کسی و جایی که شاید خیلی وقته که توی کتابامون جاش گذاشتیم. بریم جلوتر توضیح میدم. نمیدونم یادتون هست آخرین باری که شعر خوندین یا نه حداقل یه سری به کتابای شعرتون زدین، اونا رو ورق زدین، کی بوده؟ شاید خیلی وقته. نمیدونم تا الان چی حد زدید، ولی اگه تابلو رو ببینید متوجه میشید که کجا داریم میریم. بله، داریم میریم بازدید خونه علی اسفندیاری که بیشتر به اسم نیما یوشیج میشناسیمش. از داخل این کوچه باغا که رد بشیم میرسیم به خونه نیما. شاید از اول روستای یوش تا خونه حدوداً 3-4 دقیقه پیاده روی داره. کوچه باغا خیلی قشنگه، اون حالت قدیمی خودشون رو حفظ کردن. خب اینم خونه نیما، خونه پدری. البته اون چیزی که من خوندم و شنیدم اینه که اینجا خونه پدریه نیما یوشیج هستش. این خونه توی میراث فرهنگی به عنوان اثر ملی ثبت شده و قدمتش به دوره قاجار میرسه. بازدیدش هم برای عموم آزاده. اینجا حیاط اصلیه. مزار سیروس تاهباز رو میبینین که گردآورنده آثار نیما یوشیج بوده. اینجا درست وسط حیاط مزار نیما رو میبینین. نیما در سال 1338 توی تهران فوت میکنه و بعدها بنا به وصیتش اون رو به حیاط خونش منتقل میکنن و اینجا دفنش میکنن. و بعد از اینم مزار بهجت‌الزمان اسفندیاری خواهر نیما یوشیج هستش. خب بریم از داخل خونه بازدید کنیم. اولین اتاق رو داریم میبینیم، قباله ازدواج نیما. سقف اینجا رو میبینین، خیلی جالبه، همش از چوب و کار دسته. برای ما که تو شهر زندگی میکنیم این چیزا شاید خیلی جذابیت داشته باشه. نیما رو اسلحه به دست هنگام شکار میبینیم. ظرف مخصوص غذای چوپان. یه قبضه تفنگ تک‌تیر. همونطور که گفتم نیما از اول این اسمو نداشته. اسمش علی اسفندیاری بوده و اون اولین سالهایی که شناسنامه صادر میکردن
حدود سال 1300 یا 1301 بودش که نیما با صدور شناسنامه‌اش اسمش رو به نیما یوشیج تغییر داد و بعد از اون بود که همه شعراشو با همین نام امضا میکرد. این اتاقا همه به هم متصلن. اون نمای بیرونی که دیدیم که دور تا دور ساختمون بود، ما الان داریم توی اون اتاقا دور میزنیم. یه رادیوی قدیمی، مارکش هم زیمنسه. این عکس نیما رو ببینید، احساس میکنم از اون تب شاعری تا این عکس پرابهت خیلی فاصله است. بله، نیما ماهیگیری هم میکرده. آها، این عکس هم جالبه، عکس نیما به همراه شهریار، استاد شهریار. بیاید اینجا یه عکس 3 نفری از استاد شهریار، شراگیم پسر نیما یوشیج و خود نیما رو میبینید. نیما فکرش نو بود، حرفش نو بود، به خاطر همین اون اوایل خیلی باش مخالفت میکردن، چون همه قواعد و قوانین شعر سنتی رو به هم زده بود و خیلی از شاعرای سنتی اون زمان که در بند قافیه و ردیف بودن باش مخالف بودن. ولی نیما با زحمت‌های خودش، با پیگیری‌های خودش این شعر رو توی ادبیات فارسی تثبیت کرد و بعدها این سبک شعری توسط شاملو، توسط اخوان و خیلی های دیگه خیلی گسترش پیدا کرد و الان هم که خب میبینید خیلی مخاطبای خاص خودشو داره. تموم شد، آخر راهیم. حالا که به اینجا رسیدیم، خونه رو دیدیم، دلم نمیاد که یکی از شعرهای نیما رو براتون نخونم. تو را من چشم در راهم شباهنگام، که میگیرند در شاخ طلا جنسای ها رنگ سیاهی، وزان دل خستگانت راست اندوهی فراهم. تو را من چشم در راهم شباهنگام، در آن دم که بر جا دره ها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم.